أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا می دانید که دعایی هست که با خواندن آن دعا دروازه های آسمان گشوده می شود؟ دعا بسیار کوتاه و مختصر است و همه ما می توانیم حفظش کنیم، ولی خیلی آدم ها از این دعا بیخبرند. این دعا بسیار کوتاه و مختصر است ولی خیلی فایده کلان دارد. ابتدا به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کنید. ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که میفرماید در حالی که یک روز با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواندیم پشت سر پیامبر که ناگهان مرد از بین ما گفت: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز گفتند: من القائل؟ چی کسی بود که این جمله را گفت؟ یکی از بین ما گفت که من بودم یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: عجبت لها. من در تعجب و در حیرت ماندم از این دعا، از این دعایی که تو خواندی. فتحت لها ابواب السماء، یعنی دروازه های آسمان گشاده شد وقتی که تو این دعا را خواندی. برادران و خواهران عزیز، این دعا خیلی کوتاه و مختصر است، ولی چگونه ای گفتیم فواید زیادی دارد. یک بار دیگر این دعا را تکرار میکنیم: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. السلام علیکم و رحمت الله.